سلام عرض ادب برای دوستا قوم و برادرای محترم. با امیدی که جور صحتمند باشین، در گوشه دنیا که هستین، لباس عافیت در تن داشته باشین. دوستا این یک هفته میشه کارهای مجید انزی حد را رسیده به خیره، یعنی کار یک هفته نیشه دیگه. یعنی قوماییم کسته بعد از ظهر امزیم روزه دیگه، یعنی یک رگ دیگه دبلی ازی اضافه شده. یعنی قدر دیگه اینا کار کده، یعنی که مثلا در یک روز که کار کنن حدودی 80 سانتی مقداری هر کسی نزدی 1 متر اینا کار مونه دیگه، که در کل دیوالایش هم کسی 80 سانتی میت، یعنی دیوالا 80 دیگه، 80 تا 82 مقداری هم میه. و از این طرفش هم امور رقم حدود 80 82 مقداری ها هستن دیگه. یعنی رشته آماده کاره و بخیر بتون با اینش انداز کنه تا که سنگا خود کسی دیگه میرخم بگیرم دیگه. نیم از داخل مجیده که داخل مجید باید پرکاریش نه دیگه، او چوبه که اشته و چوبه پس که باید بالش نه دیگه. یعنی ویدیوشان تقریبا دوستای محترم 4 روز بعد از اویه که گرفتیم تا اینزی حد مثلا این دوستا کار کده کارایش پیش رفته. یعنی بینم کسی یک دروازه بلده از میشتم، این دروازه کسی برای غسل خانه میشه دیگه. در کل دیگه قرار پاس پوش دارم کسی بیکنه و راه آزاد شنه، خیلی از او طرف کسی رفت آمد شنه. این دیوالات تا اینی حد را این دفعه با مقدار چند داشته. این دیگه از روزای نهم میشه تا اینی قدر کارهای ادامه پیدا کرده، اینی قدر کار پیش رفته با امید خدا را. این دروازه در این در کل فی الحال مشخص شده که یعنی اینجا یک دروازه است با حدود 60 سانتی دیگه از ویدیوی دیگه که بلدش میشتم اضافه شده. این ما روزی 12 از ما یک مثلا کارگرها تا این حد کار کردن. امروز جمعه اونا تعطیل کده دمراسی. باز نیم مو دروازه که از او طرف بلدشم گفتم دیگه، او زمان نقص دید نبود، این حال در حد را رسیده دیگه. اینی دروازه هم کسی دروازه خودی چیز آشپزخانه که رفت آمد در کل از اونجا میشه. بازی دیگه هم که دروازه غسل خانه بود. و اینیم از پیشی روی از این طرف بلدشم گرفتم که یک نمای خوبتر داره دیگه. تازه مبارزه آو گرفته اینجا دیگه، کامل بهترتر معلوم میشه دیگه. بابت از این دروازه پیش روی که طرف شماریم، این دروازه رو گفتم، این دروازه دیگه دروازه آشپزخانه میشه که شایخانه و آشپزخانه من در کل اینجا رفت آمد اینجا میشه. این دروازه پشت 1.20 دیگه. از این جای هم که چیز میشه، این جای کاسرا و که مثلا مهمانان را داخل مسجد از این جای باید ما خدمت کنیم. باز اون جای که غارزا در اونجا یک دانه در چگک در اون جای هم میه دیگه، تا کسی کم روشنایش نه برای غسل خانه. باز اینانی اونو بندک هایی که در پیش روی شما میگرنین، او بندک هزیه که دیگه غسل خانه و آشپزخانه از بین دیگه جداش نه، یک من بند در کل در اونجا مشقت خیشت در بوده وشتی خیشتی 40 سانتی کسی بین از او چنده میشه. این پشت سر دم پیشتر او نگرفته، دوربین از این موبایل ضعیفه دیگه، او خدا شفاف که میخواستی نمادک دیگه. گفتم یک دفعه دیگه هم از این طرف بگیرم تا واضح تر مشخص شونه دیگه. یعنی بلندی از این دیوار آشپزخانه از ما باید 2.90 باید 2.85 تا 2.90 را تا چوب را البته دیگه، که چوب را که میده دبلی از این 2.85 و 2.90 باید باشه دیگه. بلی از این یک رگ دیگه در نظرم بازم سنگ کار میشه
نیواش بینگریم که دوستا چی رقم مد نظر داره. آقا فرصت گیر شمده کارگران نیه اینجا رو آب بیده تا زمان جوش کنه و کم شده. خب بازم دوستای خند به امیده که جور باشین، تن سالم داشته شین. آرزوی موفقیت برای همه قومای عزیز. فعلا دیگه با اجازه، خداحافظ.